دشمنای اسلام فکرتان باشه، دشمنای اسلام همیشه از اسلوب شک کار میگیرن. در خدا، در وجود خدا برات شک پیدا میکنن، در شخصیت پیغمبر شک پیدا میکنن، در صحابه کرام شک پیدا میکنن. یهودیا مثلا ابن سبا یهودی سر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شک پیدا کرد، سر ابوبکر صدیق شک پیدا کرد که الا یا صاحب کافر هستن، یا صاحب گپ پیغمبر قبول نکردن، باید عوض پیغمبر مثلا حضرت علی رضی الله تعالی عنه ای باید جانشین میشد، یا مخالفت کردن. پس یک صحابه کلشان کافر هستن. وقتی که یا کافر شدن قرآن هم خویا برای ما انتقال دادن، وقتی که قرآن را که کافرها برای ما انتقال داده قرآن هم غلط است. پس وقتی که قرآن غلط شد صحابه غلط شد، تابعین هم شاگردای از اینا بودن و هم غلط هستن، تبع تابعین هم غلط هستن. پس هیچ کس مسلمان نمون. از اسلوب چی استفاده میکنه؟ از اسلوب شک. و کسی که عقیده را نفهمید، در درس عقیده اشتراک نداشت، صاحب زود در وجود شک داخل میشه.